سلام به همه مخاطبان خوب سی فریم. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه جلوی دوربین اومدم تا با هم درباره چی صحبت کنیم. همونجوری که از این تصویر عزیز می‌بینید می‌خوایم درباره اودیسه صحبت بکنیم. الان حال و هوا و فصل صحبت‌ها فقط درباره اودیسه نولانه. با اینکه ما داخل ایران هستیم و فعلا به سینماهای آیمکس دسترسی نداریم، به خاطر همین اومدیم توی این برنامه تا درباره چی صحبت کنیم آقا؟ درباره اودیسه حواشیش. یه حواشیش بررسی بکنیم، ببینیم که آقا اصلا چه اتفاقاتی افتاده تو این چند ماه اخیر، چون الان یه خورده اطلاعات هم تکمیل‌تر شد و میتونیم به اطلاعات جامع‌تری درباره این اثر برسیم و ببینیم که آیا این حواشی و نقدها، پیش نقدهایی که شده به نولان، آیا در فروش اثر و کلا دیدگاه ما، پس ذهن ما برای موقع دیدن اثر اودیسه آیا تأثیری داره یا نه. ماجرای این حواشی از کی شروع شد؟ دقیقاً وقتی که اسامی بازیگرها با نقش‌هاشون حالا توسط یک چی میگن صفحات اینستاگرامی، توییتری اینا اومد بیرون و گفتن که آقا مثلا خانم دوستان پشت صحنه کمک بدن، خانم لوپیتا نیانگو برای بازی در نقش یکی از الهه‌های داستان اودیسه به اسم هلن تروی اومده و ایفای نقش میخواد بکنه. هلنی که خب اصلا اساسا ایشون میدونید که اساطیر یونانی اصلا سیاه پوست نیستن و اینم خودش جغرافیاییه. کلا اروپایی ها به اون سمت از قدیم الایام سفید پوست بودن، سفید پوست خیلی شدیدی هم بودن. به خاطر همین اینکه آقا مثلا تو بیای یک بازیگر سیاه پوست برای این نقش مهم رو انتخاب بکنی، خیلی حواشی زیاد شد، نقدهای منفی زیاد شد. یهو اومدن شروع کردن توی بستر یوتیوب، اینستاگرام حمله به نولان. از اون باز یه خبر دیگه چند وقت بعدش اومد که باز فضا رو به شدت ترکوند و منفی کرد و اونم اینه که خانم سابق آقای فعلی ایلیوت پیج در حال حاضر، حالا بعدن چی میخواد بشه دوباره خدا میدونه، نقش آشیل رو میخواد ایفا بکنه. آشیلی که تدوینگر محترم این فضای خالی بذاره تصاویر رو، آشیلی که آقای براد پیت در فیلم تروی بازی کرده بود. اصلا تصاویر رو شما میتونید ببینید. خیلی هم شروع کردن مقایسه کردن با فیلم تروی نقش ها رو، گفتن آقا هلن اون کجا، هلن اینجا کجا. منم واقعا میگم هلن اونجا کجا، هلن اینجا کجا، یا مثلا آشیل اونجا کجا، آشیل اینجا کجا. و دستکاری هایی که میگفتن که آقا مثلا کرده. یه حواشی دیگه هم که به وجود اومد این بود که اودیسه به روایت هومر ظاهرا چند جلد تألیفی نویسندگان مختلف اومدن و نوشتن که یکی از اونها ظاهرا من نمیدونم معتبر اینا هست یا نه، ولی فضایی که بود این بود که نولان دست گذاشته روی اقتباسی که فمینیستی ترین اقتباس ممکن از اودیسه است. باز این هم خودش حواشی رو ایجاد کرد. حالا بحث از اینجا شکل میگیره، آیا این حواشی ضرر میزنه به فیلم؟ آیا اصلا این حواشی درسته یا نه؟ من میخوام با این دیدگاه بیام جلو، چون اطلاع تکمیل شده. تقریبا یه چند روزی هست که اودیسه اکران شده و منتقدین خارجی که رفتن فیلمو دیدن اومدن به این گفتن که آقا اولا که الیوت پیج نقش آشیل نداشت، نقش یک سرباز داشت که این سرباز در اون ماجرای تصرف تروی نقش داره به اسم سینون. ممنون از پشت صحنه. و از اون ور دقیق حضور بازیگر نقش هلن اودیسه نولان فقط 5 دقیقه است، ولی به اندازه 500 دقیقه درباره این حواشی صحبت شد. برای چی؟ برای ویو گرفتن، برای صحبت کردن. وقتی که شما یک کارگردان بزرگ هستی، مثلا من کار ندارم آیا نولان کنار اسمهای بزرگی مثل هیچکاک، مثل نمیدونم رابرت آلتمن، مثل اسکورسیزی، اسپیلبرگ اینا قرار میگیره یا نه. ما اصلا نمیخوایم درباره اینها صحبت بکنیم. اما در حال حاضر کارگردان پیشرویی است، کارگردان بزرگی است، کارگردانی که وقتی یه فیلم میده بیرون این حواشی دورش هست. پس طبیعیه که این حواشی همیشه بیاد. زمان اوپنهایمرش هم همین بود، تنتش هم همین بود. این چیزایی که من یادمه از فضای مجازی که درباره فیلم‌های نولان صحبت میکنن. پس به خودی خود این کارگردان اسمش باعث ایجاد حاشیه و صحبت میشه و همیشه هم هستن کسانی که فقط میخوان انتقاد بکنن
آقا نولان رو زیاد بولش کردن، آقا نولان اونجوری، اصلا آقا نولان این نمیدونم اصلا لیاقت نداره که انقدر بفروشه فیلمشون. آقا ما چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد، نولان جزو کارگردان‌های بزرگه. پس این حواشی منطقی است. بعدم این حواشی بعضی دیدم که آقا توی فضای مجازی گفتن که آقا این حواشی تأثیر میذاره روی نمرات منفی در IMDb که مردم برن نمره بدن، لترباکس برن مردم نمره بدن، مثلا نمره پایین بدن به خاطر این حواشی، و اینکه فروش هم کم میشه. حالا من زیاد از باکس آفیس خبر ندارم چقدر فروخته توی این مدت. باز دوستان پشت صحنه هر وقت سرچ کردن به من بگن که آقا تونسته اون مقدار مورد نیاز این چند روزو بفروشه یا نه. اما من میخوام اینو بگم بابا شما نمیتونید با این حواشی مانع از فروش فیلم نولان بشید. اصلا من میخوام با این دیدگاه بگم، ما به این فکر بکنیم و با این دیدگاه نگاه بکنیم که این حواشی یک مسیری است برای ترند شدن خود فیلم. آها شما یه لحظه فکر کنید، آقا هلن سیاه‌پوست، وفادار نبودن به داستان اودیسه هومر، گند زدن توی داستان اقتباسی اودیسه هومر، نمیدونم فلان کردن و جنسیت زده کردنش، فمینیستی کردنش، آقا همینو باعث میشه که مردم برن اتفاقا سینماها ببینن. بایکوت کردن توی این مسائل برای نولان جواب نمیده. این از مسائلی که آقا تاثیر داره رو فروش یا نه که ما دربارش صحبت کردیم و به نظر من یک تبلیغات عالی بود برای فیلم نولان. من بعید نمیدونم اگر مثلا پس فردا خبرش در بیاد که تیم تبلیغاتی نولان این فکر رو کردن که ما اینو بولدش بکنیم که فیلم بیشتر بفروشه. من بعید نمیدونم. مثل اون کاری که سر اوپنهایمر کردن برای اون قسمتی که آقا شما حتما باید بیاید داخل سینماها که اون لحظه 30 ثانیه کمتر از 30 ثانیه انفجار رو لذت ببری. یک کل فیلم 2 ساعت و نیمه به خاطر همین، نزدیک 3 ساعت به خاطر همین. واقعا نولان تیمی که پشت تبلیغاتش هست واقعا قویه. به خاطر همین هم هست که نولانه. یک عوامل واقعا به جز خود کاراکتر نولان و کارهای خارق‌العاده‌ای که در صنعت سینما کرده، مثلا همین آیمکس یه گوشه‌ایش میشه، تیم تبلیغاتی و آدم‌هایی که اطرافش هستن هست. این به کنار. مسئله بعدی، هلن کلا 5 دقیقه ما گفتیم که آقا این آدم بیشتر تو فیلم نیست و اصلا نقش محوری نداره، چون داستان اودیسه هومر کلا 2 تا کتاب داره. اینم بگم خیلی جالب باشه برای کسایی که دوست داشتن بدونن. اصلا هومر اختلاف سرش که آقا این آدم آیا یک آدم حقیقی هست یا یک آدم حقیقی نیست. میگن که آقا بعضی وقتا شاید اینجوری هم باشه که آقا جمعی از شعرا اومدن یک سری آثاری نوشتن که آخرش مثلا به اسم هومر دادن بیرون و بعضیا میگن نه مثلا یه هومری بوده. حالا در کل کار ندارم. 2 تا کتاب ازش موجوده، یکی افسانه هومر و یکی هم افسانه اسطوره ایلیاد. داستان تروی برای کتاب ایلیاد آقا جون. اونجاست که هلن مهم میشه، اونجاست که آشیل مهم میشه، اونجاست که فتح تروی مهم میشه. ما با اون بخشش کار نداریم. دوستانی که به این بخش علاقه دارن برن فیلم تروی ببینن با بازی براد پیت و جمعی از ستاره های سینما. داستان اودیسیوس، پادشاه اودیسیوس هست که بعد از نبرد تروی میخواد به خونه برگرده و خب اتفاقاتی میفته که این برگشتن 10 سال طول میکشه. تونستید کتابش رو هم تهیه کنید، من میخوام تهیه بکنم کتابش. داستان درباره اینه. حالا اینکه آقا چرا مثلا هلن رو سیاه‌پوست کردن، بعد تبلیغاتیش به کنار نکنید، حقیقت اینه که کسانی هستن در هالیوود که تصمیم گیرن و موج را میندازن. پشت این موج هم کلی فکر هست، کلی ایده هست و برای اجراش هم پلن‌های دقیقی دارن. ما در سالهای اخیر دیدیم آقا فرهنگ ووک چقدر اومده تأثیر گذاشته روی انیمیشن ها، روی سریال ها، حمایت از نمیدونم اقلیت های جنسی، اقلیت های نژادی، نمیدونم هر چیزی. خب این پشتش فکره. من یادم نمیره ما بچه بودیم شروع کردن در داخل انیمیشن های پیکسار و دیزنی نورمالیزه کردن این مسائل. در چه حد مثلا این که چه میدونم یه گوشه تصویر مثلا پرچم LGBT ها رو قرار میدادن، پرچم ترنس ها رو قرار میدادن. توی مرد عنکبوتی مثلا بودیم خیلی مثلا جزء حواشیش بود که مثلا میگفتن آقا مثلا خونه گوه اون بالاش یه پرچمی که شبیه مثلا پرچم ترنس است. اینا ربطی به داستان نداره ها. اینا رو میذارن برای مثلا پیش زمینه کردن، برای نرمالیزه کردن این افراد.
یه موجی هم مثلا جدیدن شروع شده، آقا مثلا ما کاراکترهای معروف مرد رو تبدیل به زن میکنیم، شلوک هولمز الان بحثش هست، جیمز باند، یا مثلا سفید پوست ها رو تبدیل به سیاه پوست میکنیم. من میگم بعضی وقتا از دست کارگردان این مسائل خارجه، واقعا خارجه. بهت دستور میدن این کار رو انجام بدی. آقای نولان هلنت 5 دقیقه فیلم عیب نداره، این 5 دقیقه رو بیا سیاه‌پوستش بکن. برفرض بیا از این بازیگر ترنس استفاده بکن، از این بازیگر تغییر جنسیتی استفاده بکن. اینا چیزهای طبیعی است و من خودم قبول کردم. اعتراض دارم، اعتراض خیلی سنگینی هم دارم و کاملا مخالفم، اما قبول کردم. ما داریم توی هالیوودی صحبت میکنیم که در آینده خیلی شایع‌تر هم از اینم میشه. مثلا شما منتظرش باشید. زیاد روی این چیزها وقت نذاریم، خودمون رو درگیر این حواشی نکنیم. درگیر حواشی کردن کار افرادی که چی میگن دغدغه‌شون فرق داره نیست. ما توی سی فریم اومدیم هدفمون چیه؟ یک کامیونیتی رو جمع بکنیم که حداقل ادعامون اینه که آقا یه خورده از سطح عموم مردم این کامیونیتی که داریم تشکیل میدیم یه خورده بالاتر باشه. خودمونم همینیم، یعنی من آیه مدی هم که اومدیم نشستیم کنار هم داریم تولید محتوا میکنیم، ذهنیت اینه که یه خورده با مطالعه بیشتر بیایم وسط، یه خورده فرق داشته باشه با بقیه. نوع دغدغمون، نوع نگاهمون به فیلم میایم صحبت میکنیم دربارش، فقط منظر داستانی نگاه نکنیم، زیرلایه‌اش نگاه بکنیم، منظومه فکر خالق اثر نگاه بکنیم. اینجا نمیگنجه ما در مورد حواشی صحبت بکنیم که نمیدونم طرف سیاه‌پوست بود. اینا برای کسی که ویو میخوان. تا صبح تا شب ما می‌خواستیم کار بکنیم ویو. آقا هست الانم آقا احمدی زحمت کشیده برخلاف میل باطنی بنده، رفته مثلا چیزو دیده، اودیسو دیده. تو از الان تا صبح تا شب میتونه بیاد صحبت بکنه در مورد مواردی که خیلی ویوگه. ما هدفمون ویو نیست. ما می‌خوایم در مورد عمق اثر صحبت کنیم. ما می‌خوایم اگه صحبت کنیم که آقا نولان کسی که بازی با زمان میکنه چجوری میخواد اودیسه رو روایت بکنه. یکی از من فیلم هنوز ندیدم، یکی از دغدغه‌های من و انتظارات من اینه که نولانی که بازی با زمان بلده، از همون فیلم اولش فالوینگ تا الان اودیسه هومر رو چجوری میخواد اقتباس بکنه. از اون ور پیامی که اودیسه داره درباره چیه؟ درباره بحران هویتی است. آیا میتونه اینو در بیاره؟ نمیتونه در بیاره؟ میخوام در این موارد عمیق صحبت بکنیم. کار ما این نیست که درباره حواشی صحبت بکنیم. و کسایی که این ویدیو رو میبینن بهشون میگم آقا خودتون درگیر حواشی نکنید، خودتون رو درگیر بطن قضیه بکنید. هومر چی میگفت، چی میخواست برسونه با این اثر حماسی، اثری که زیربنای کلی از آثار حماسی هست، مثل ارباب حلقه‌های تالکین، مثل خیلی از ادبیات انگلیسی. درباره اینها ما بیایم صحبت بکنیم. حالا این نولان چی میخواد به اون اضافه بکنه، چی میخواد، نوع روایتش و نوع دیدگاهش از هومر چیه، دغدغه‌های شخصیش. میدونیم نولان کسی است که دغدغه‌های حال حاضر دنیا رو هم داره، مثل جنگ که توی اوپنهایمرش دیدیم که هشدار داد درباره حمله‌های اتمیک. الان ما توش داریم زندگی میکنیم. 3 سال پیش صحبت کرد، الان ما درکش میکنیم. ما الان اینا میخوایم صحبت بکنیم. خودمون درگیر حواشی نکنیم. آیا نولان کار درستی کرد، کار درستی نکرد؟ برای من اصلا مهم نیست. من اصلا با این دیدگاه نمیرم سمت اودیسه. اصلا برای من نقش منفی هم نداره. برای من یک چیز مهمه، دیدگاه نولان و نوع روایتی که میخواد بکنه از داستان اودیسه. این برای من مهمه. به خدا اصلا من تو پوینت های منفی هم پس فرا بخوام نمره بدم، مثلا اینکه نمیدونم فلانی سیاه‌پوست کرد، از نمیدونم فلانی استفاده کرد، مثلا اینا همه چی میگن، نمیخوام لفظ بچه بازی استفاده کنم. اینا خودمون سرگرم کردن برای چیزهای سطحی است. کار ماها نیست. کار شماهایی هم که دارید این ویدیو رو میبینید و ما رو دنبال میکنید هم نیست. در مجموع اگر بخوام یه جنبندی بکنم صحبت هامون رو، حواشی زیاد بود. من خودم از من بپرسید، به نظر من یک تبلیغات بسیار عالی بود برای نولان که فیلمش بیشتر بفروشه. نولان هم هست. آقا شما اصلا نمیتونید کاری بکنید که نولان زمین بیاد توی عموم. مثلا قبل اینکه فیلم اکران بشه توی IMDb مثلا ریتش تقریبا 6 و 7 بود، چون مردم اومده بودن همش یک دادن. خب ما میبینیم 3-4 روز از اکران گذشته ریتش تقریبا هولوش 8.8/2 تو IMDb. توی لتر باکس هم که 4 و نمیدونم 4 و 3 4 و نیم تو این حواشی. آقا نولانه نمیتونی کاریش بکنی.
کارگردان صاحب نام و صاحب سبکی است. من به شدت منتظر داستان اودیسه به روایت نولان. خیلی دوست دارم اینجوری ما اودیسه رو صدا بکنیم، اودیسه به روایت نولان. روایتش چیه؟ خیلی چیزای جذابی هم شنیدم که آقا مثلا اودیسه نولان اومده داستان اودیسه رو کنارش اقتباس هم کرده، اقتباس‌های آزاد هم مثلا از فیلم رن کوروساوا کرده، از یکی از فیلم‌های آندریلیوفه. حالا تدوینگر محترم اگه اشتباه نوشتم اینجوری ستاره باز کنه بنویسه، آندریلیوف کارکوفسکی هم زده و یادم دیگه اقتباسی دیگه هم گفته بودم الان یادم نیست، حضور ذهن ندارم. خلاصه که خیلی مشتاقم ببینم تو فیلماش چجوری اینا رو در آورده، چه اقتباسایی کرده، چه استفاده های از بزرگان سینما کرده و در کنارش چجوری با داستان حماسه هومر برخورد کرده. خیلی ممنونم از شما. ما رو دنبال بکنید، چه پیام رسانه‌های داخلی چه پیام رسانه‌های خارجی، اینستا، تلگرام که دریابید. اصلا محتوای خیلی خاصی داره که نه تو یوتیوب هست نه توی اینستاگرام. خیلی مخلصیم، امیدوارم که لذت برده باشید. منتظر باشید، احتمالاً ایمتی منو زور کرده که فیلم اودیسه رو ببینم، احتمالاً ببینم، اما نقدش رو میوای میستیم کیفیت خوبش بیاد مردم ببینم و بعد اون موقع انجام میدیم.